أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. آنچه که در آیات گذشته خواندیم پاسخ و جواب شبهات یهودی ها بود، اما بیشتر آن شبهات و اشکالاتی که اونها وارد می کردن در رابطه با توحید و یکتاپرستی بود، تا اینکه ما در پایان درس گذشته خواندیم که وصیت ابراهیم، وصیت یعقوب و انبیاء الهی این بود به فرزندانشان، اولادشان، که الله را عبادت کنند، اللهی که الها واحده هست. شما اون چیزی که نسبت می دهید به این بزرگان، این نسبت های شما نسبت های نادرستی هست. حالا در درس امروز، از درس امروز به بعد، ما میخوانیم آیاتی که در این آیات جواب باز هم شبهات یهودی ها هست، اشکالات یهودی ها هست در رابطه با رسالت. اونجا در رابطه با توحید بود، اینجا درباره رسالت هست. یکی از عمده اشکالات اونها اینه که این پیامبر میگه من ابراهیمی هستم. اگر ابراهیمی هست و این مثل بقیه انبیا بر روش و مسلک انبیا هست، چرا به سمت قبله انبیا نماز نمیخوانه؟ چند ماهی خواند، بعدا دوباره به سمت کعبه شریفه نماز میخواند. انبیاء الهی همه به طرف بیت المقدس نماز خواندند، چرا این به اون سمت نماز نمیخوانه؟ حالا این آیه شریفه سیقول السفهاء، شما میدونید یقولو فعل مضارع هست که به معنای حال و استقبال هست. سین که حرف تقریب هست او را به معنای مستقبل می کند، یعنی در آینده نزدیک خواهند گفت.
معنیش این میشه. گرچه بعضی میگویند که این در رابطه با گذشته هست، مضارع هست ولی به معنی ماضی هست. این اعتراض را کردند سفها، اینگونه گفتند، ولی خب اون قول راجح نیست. قول راجح اینه که هنوز دستور تحویل قبله داده نشده بود. قبل از اینکه دستور صادر بشه، قبل از آن الله عزوجل پیشگویی فرمودند، پیشبینی فرمودند که در آینده نزدیک این اعتراض خواهد شد، این گونه خواهند گفت. چنانچه اونها همین اعتراض را کردند. بعد از اینکه دستور داده شد که قبله را عوض کنید، مشرکین همین یهودی ها همین اعتراض را کردند. پس سیقول ظاهر فی الاستقبال، علما نوشتن که این صیغه در رابطه با استقبال است، در آینده خواهند گفت. چی خواهند گفت؟ سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیها. چه چیزی اونها را برگرداند از قبلهشان، قبله‌ای که التي كانوا علیها، این قبله‌ای که بر اون قبله بودند. عنایت داشته باشید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه بود، خب قبله اون زمان بیت الله بود و نماز می‌خواندند به سمت بیت الله. اما زمانی که به مدینه طیبه تشریف آوردند، هجرت کردند، دستور رسید از طرف خدای عزوجل که به سمت بیت المقدس نماز بخواند. خب حالا حکمت‌های زیادی داشت و مهمترین و قویترین علتش اینه که اینجا یهود بودند و گویا احترامی به قبله یهود شد و بعد در کتابهای اونها هم آمده بود که نهایتاً آخر الامر قبله این پیغمبر کعبه شریفه بیت الله الحرام خواهد بود. لذا چند ماهی 16 ماه الی 17 ماه به سمت بیت المقدس نماز خواندند. بعد از اون الله عزوجل دستور دادند که به سمت بیت الله نماز بخوانند. اگر این دستور صادر نمیشد، خب یهود میتونستن این اعتراض را بکنند که اون پیامبری که در کتاب ما ذکرش آمده اون قبلهش بیت المقدس نیست، قبله نهاییش بیت الله است. لذا الله تعالی میفرماید اگر ما دستور تحویل قبله نمیدادیم اعتراض میشد، چون در اون کتاب ها حتی ذکر قبله آن حضرت بود. لذا ابتدا به طرف بیت المقدس نماز خواندند، بعد از مدتی به طرف بیت الله نماز خواندند. دستور رسید، آن حضرت میدونست که این دستور موقتی هست، لذا از اشاره آیه شریفه معلوم میشه که همیشه به سمت آسمان نگاه میکرد. کنایه از این است که همیشه منتظر وحی بود که کی دستور برسد که به سمت بیت الله نماز بخواند، تا اینکه اون وحی همینه که اینجا در همین رکوع شما میخوانید، اون وحی نازل شد و به سمت بیت الله نماز خواندند. خب پس این در رابطه با قبله هست. یک نکته دیگر و حکمت دیگری هست، شما انشاءالله در آیه بعدی میخوانید. شما امت وسط هستید، ما شما را امت وسط. وسط به معنای اعتدال، وسطیت به معنای چی هست؟ اعتدال است. یعنی امت معتدل، نه افراط هست توش و نه تفریط هست. حالا افراط و تفریط مصداقش را عرض می کنم، اما یکی از مصادیق اعتدال اینه که با وجود اینکه این امت خودش یک قبله دارد که اون قبلهش کعبه شریفه هست، بیت الله هست، اما به منظور حسن ظن و به منظور اینکه ادیان گذشته الهی هم ادیان به حق بودند، پیامبران گذشته را تایید بکند، پیامبران دین و آیین پیامبران گذشته را از سوی این پیغمبر و از سوی این دین مهر تایید بر اونها بخورد. لذا ابتدا دستور یافتن که به قبله اونها نماز بخواند، تاییدی بر قبله اونها بود. پس این یکی از موارد اعتدال است،
یکی از مصادیق اعتدال هست که تعصب نیست، افراط و تفریط نیست. اون قبله هم قبله محترمی هست و آن حضرت صلی الله علیه وسلم مدتی نماز خواندند. لذا الله می فرماید سیقول السفهاء من الناس، ان قریب خواهند گفت انسانهای نادان. سفیه به معنی نادان هست، سفها جمع سفیه هست. انسانهای نادان خواهند گفت، چون که این را هم از روی نادانی و الا در کتابهای اونها بود که قبله بر می گردد به سمت بیت الله. چی خواهند گفت؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چه چیزی برگرداند آنها را از قبلهشان، آن قبله‌ای که کانوا علیها، بر اون قبله بودند. خب الله عزوجل چند تا جواب میده. یه جواب اجمالی هست، یه جواب دیگه تفصیلی هست. جواب اجمالی و جواب خلاصه اینه که قل لله المشرق والمغرب، بگو فقط و فقط برای الله هست مشرق و مغرب. مشرق و مغرب مال خداست. یعنی چی؟ یعنی به هر سمتی که شما رخ بگردانید، رو بگردانید، فاینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله. شما قبلا این آیه را خواندید. هر سمتی که شما رخ برگردانید الله هست. یعنی الله در یک جهت خاصی قرار ندارد. حتی شما وقتی که در یه بیابانی، یه جنگلی، جزیره، قبله برای شما مشخص نباشد، دستوری چی دارید؟ تحری دارید. یک کم فکر کنید، اجتهاد کنید. وقتی که فکر و اجتهاد شما تشخیص داد که قبله به فلان سمت است، به همون سمت نماز بخوانید. قبله را درست تشخیص دادید یا درست تشخیص ندادید، نماز شما انشاءالله قبول است، چون هر جا باشید فثم وجه الله. اینجا هم الله میفرماید قل لله المشرق والمغرب. مشرق و مغرب مال الله است، یعنی تمام سمتها و تمام قسمتها مال الله است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هدایت میفرماید کسی را که بخواد به صراط مستقیم، به راه راست هدایت میفرماید، راهنمایی میفرماید. لذا قبله و قبله را بهانه کردن برای گمراهی و برای ایمان نیاوردن، این در واقع ضلالت انسان را میرساند. و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. این جمله معترضه هست و این وسطیت این امت را اعلام می کند. و كذلك این کاف خیلی از مفسرین میگن تشبیه هست، لذا تکلف میکنند و مشبه و مشبه بهی را اینجا مشخص میکنند. اما شیخ ما رحمه الله معتقد است که این کاف تشبیه نیست، این کاف لبیان الکمال است، یعنی از لطف الهی هست و کمال. عرض کنم که هدایت الهی که هدایت فرمودند که ما شما را قرار دادیم امت وسطی قرار دادیم، امت معتدلی که نه در آن افراط هست و نه در آن تفریط هست. حالا ببینید واقعا امت رسول الله صلی الله علیه و سلم معتدل هست از هر جهت. از نظر مثلا نگاه کنید توحید معتدل هست. بعضی ها در همین باب شرک و انبیاء گذشته افراط دارن، بعضی تفریط دارن. مثلا افراط مسیحیان را ببین که عیسی را نه اینکه پیغمبر خدا میدونند، عیسی را فرزند خدا میدونند، جز خدا میدونند، خود خدا میدونند. دیدگاه مختلفی که دارند. عیسی را خدا میدانند و عرض به خدمت شما روح القدس جبرائیل را هم خدا میدانند. برای عیسی سجده میکنند، از عیسی استمداد میکنند. و باز در طرف تفریط یهودی ها را ببین که
عیسی را نه تنها که پیامبر خدا نمیدونند، اصلا به عنوان پیامبری هم قبول ندارند و علیاذ بالله توهین میکنند به عیسی و عیسی را فرزند حرام میدانند. اون افراط و این تفریط، یا بالعکس هم از جهت توهین هم میشه افراط و تفریط. از جهت الوهیت مسیحیان دارند افراط میکنند و از جهت توهین یهودی ها داره افراط میکنند. اما مسلمانان وسطیت دارند، اعتدال دارند. مسلمانان فرزند خدا نمیدونند، جز خدا نمیدانند، خود خدا نمیدانند، پیامبر خدا میدونند و نه توهین میکنن مثل اونها، نه خدا میدونه مثل اینها. این اعتدال هست. در احکام، در عقاید هم اعتدال هست. در احکام نگاه میکنیم، در همه احکام اعتدال هست. مثلا امروز در رابطه با قصاص میخوانید اونجا که اگر خیلی دیگه از احکام حلال و حرام، به عنوان مثال عرض میکنم که اگر کسی کشته میشد به دست کسی، در دین یهودیت حتما باید قصاص میگرفت، یعنی بغیر از قصاص راهی دیگه وجود نداشت، راهی دیگه برایشون مشروع نبود. اونها در بقیه گناهان کبیره هم کشتن را توبه میدانستند و راه توبه میدانستند، چه برسد به گناه دیگر را کشتن، چه برسد به اینکه کسی را بکشه. اونجا حتما دیگر راهی بغیر از کشتنش نبود. در شریعت عیسی علیه السلام اگر کسی را میکشت حکم قصاص نبود، باید عفو میکرد. ما خواندیم و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه. بر اساس این رأفت و رحمت لذا حکم قصاص اصلا وجود نداشت در شریعت عیسی علیه السلام. حالا ببین این در احکام که از سوی خدای عزوجل بر اساس فطرت نازل میشه، هم یکی در یک جا افراط است، یک جا تفرید. اما دین اسلام اعتدال هست، هر دو را گذاشته. اگر کسی بکشد هم این مجوز برایش هست به عنوان قصاص، و اگر عفو بکند هم این مجوز هست، و اگر دیه بگیرد هم هست. پس اینو میگن اعتدال. اعتدال هم از نظر چی هست؟ هم از نظر اعتقاد هست، هم از نظر احکام هست. پس الله عز وجل می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا. ما شما را قرار دادیم، این از کمال هست که ما شما را قرار دادیم امت وسطی، امت میانه، لتکونوا شهداء علی الناس، تا که شما باشید بیان کنندگان بر مردم. خوب دقت بفرمایید، شاید این تفسیری که امروز میکنم با اون تفسیری که همیشه شما شنیدید غیر اون باشد. اون تفسیر را هم در پایان عرض میکنم، ولی از نظر ما تفسیر راجح اینه که لتکونوا شهداء علی الناس. شهداء جمع شهید هست یا شاهد؟ قبلا شما خواندید. شاهد به معنی چیه؟ بیان کننده هست. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. شاه عبدالقادر رحمه الله که یکی از علمایی هست که تخصص در ترجمه قرآن دارد، ایشون شاهد را به زبان اردو ترجمه کرده که معنیش میشه بیان کننده. و ما 2 روز پیش سوره مبارکه حدید را هم خواندیم. اونجا هم خواندیم که صدیقین و شهدا، صدیقین و شهدا. شهدا گفتیم گرچه بعضی گفتن شهید به همون معنا هست که کسی که کشته میشه، ولی اصل اونجا شهدا معنیش چی بود؟ کسانی که دین حق را به دیگران میرسانند، بیان میکنند. پس شما را
امت وسطی قرار دادیم که لتکونوا شهداء علی الناس، شما احکام خدا را و پیام خدا را بیان کننده باشید بر مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول صلی الله علیه وسلم بر شما بیان کننده باشد. یعنی رسول از جبرائیل دریافت میکنه و بیان میکند برای شما و شما برای مردم چی میکنید؟ بیان میکنید. اصل از نظر ما ترجمه اینه، نظائرش عرض کردم هست، اون صدیقون شهدا هست. انا ارسلنا که بالحق انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا هم هست. و این شهادت به معنای بیان هست. یعنی معنای این آیه چی هست؟ اینجا الله می فرماید که کذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. آیه شریفه دیگری که شما همیشه تلاوت میکنید، کنتم خیر امة اخرجت للناس. اینجا امتا وسطا فرمود، اونجا فرمود کنتم خیر امت. چرا خیر امت هستید؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. پس بیان همونه. منظور از بیان چی هست؟ امر به معروف و نهی از منکر. چه چیزی در وجود شما خیریت آورده؟ امر به معروف و نهی از منکر. چه چیزی شما را وسط قرار داده؟ وسط هم چی هست؟ بهترش هست. خیر الامور اوساطها، نه؟ بهترینش همون وسطیت است، اعتدال است. چه چیزی در وجود شما خیریت آورده؟ که شهداء علی الناس، شما دین حق را به مردم میرسانید، برای مردم بیان میکنید. خب این تفسیر اصلی هست. یک تفسیر دیگر این که شهدا جمع شاهد و شهید هست، به معنای گواه. به معنای چی هست؟ گواه هست. خب اکثر مفسرین همین ترجمه را کردن، من این ترجمه را هم برای شما میکنم. اما بعضی از ملاهای باغی که سعی میکنند از بعضی از کلمات قرآن کریم شرک را اثبات کنند و شرک را ترویج بدهند، خرافات را از اینجا یه سوء استفاده می کنند. اونها می گویند که و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول بر شما گواه هست. رسول بر شما گواه هست. یعنی چه؟ یعنی لازمه گواهی اونها می گویند این هست که باید همیشه بر اعمال شما حاضر و ناظر باشد. همیشه بر اعمال شما چی باشد؟ حاضر و ناظر. گواه کسی میتونه باشه که بالاخره برای گواهی مشاهده لازم هست، باید ببیند و بعدا بیاد چیکار بکنه؟ گواهی بدهد. پس میگویند از این آیه شریفه که و یکون الرسول علیکم شهیدا چی ثابت میشه؟ این که پیامبر حاضر و ناظر است، اعمال شما را میبیند. از این کلمه این برداشت را و این استنباط را کردن غلط است، نادرست است. به چه دلیل؟ چند دلیل ما داریم. اول این که گواه برای گواهی مشاهده لازم نیست. برای گواه مشاهده لازم نیست. گاهی گواهی میدهد بر اساس قرینه، بر اساس دلیل، بر اساس شهرت، بر اساس شنیده ها، بر اساس معروف بودن. شما میخوانید که انما یجوز للشاهد ان یشهد بالاشتهار و ذلك بالتواتر او اخبار من یثق به. یعنی گواه گاهی گواهی میده بر اساس مشهور، معروف است که این خانه مال عبدالله است. الان فردا میگه شما گواهی میده که این منزل مال عبدالله است، میگه بله گواهی میدم. شما بودی اونجا که خریداری کرد عبدالله، پول داد برش؟ نه خیر، من نبودم. لازم نیست که مشاهده بکنه، ولی میدونم که
خانه مالی هست، معروف، همه میدونند. پس گاهی گواهی بر اساس شهرت هم داده میشه. و ذالک بالتواتر، چون که اصلا به تواتر رسیده، همه میدونند اینه. او اخبار من یثق به، و اون گواهی که به نفع یوسف علیه السلام گواهی داد، اونجا قرآن میگه و شهد شاهد من اهلها. اون گواهی را بر اساس دیده نه گواهی نداد، بر اساس مشاهده گواهی نداد. نگفت من دیدم، گفت نگاه کنی پیراهنش را. پس اون گواهی به چیزی داد که عیان است، ظاهر است و نیازی خفای توش نیست. پس شاهد به معنای اگر گواه باشد به اون معنا نیست که حتما حاضر و ناظر بشه. و بعد پس چه چیزی را رسول الله گواهی میده؟ امت چه چیزی را گواهی میدن؟ خب در این رابطه هم حدیثی هست که حدیث صحیح بخاری هست که این امت به نفع انبیاء گذشته گواهی میدهد. خب این امت را میگویند شما بر اساس چی گواهی میدهید؟ شما که اونجا تشریف نداشتید، شما در زمان سیدنا نوح نبودید، شما از کجا میدونید که نوح تبلیغ کرد و قوم قبول نکرد؟ اینا میگن به ما نبی خاتم، آخرین پیامبر تو خدایا به ما گفتند، به ما رساندند. خب سخن پیغمبر از تواتر هم بالاتر است. وقتی که اینو میگویند الله عزوجل از پیغمبر میپرسد، پیغمبر هم گواهی میدهند. به این معنی است مثلا در حدیث آمده یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه، روز قیامت سیدنا نوح را میارن، فیقال له هل بلغت؟ ای نوح پیام خدا را رساندی؟ فیقول ما جاءنا، فیقول بلغت. سیدنا نوح میگوید که بله رساندم، نعم یا رب. فیسأل امته هل بلغکم؟ به امت نوح سوال میکنه، از او سوال میکنه که نوح پیام خدا را به شما رساند؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، خدا هیچ که پیش ما نیامد، کسی به ما نگفت که شرک نکنیم. فیقال من شهودک، از نوح پیامبر میپرسند که گواه تو کیه؟ فیقول محمد و امته، محمد و امتش هست. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیجاء بکم فتشهدون، ای امت آنگاه شما را میارند و شما چیکار میکنید؟ شهادت میدهید. پس شما وقتی که شهادت میدهید من مزکی شما هستم. یعنی چه؟ یعنی این شاهدها را به عنوان شاهد عدل رسول الله تایید میکنه. این به این معنا هست، نه به معنای اینکه پیغمبر هر جا حاضر و ناظر است. پیغمبر هر جا حاضر و ناظر نیست. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید اون چیزی که این قوم استدلال می کند با این حدیث نقض میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید در روز قیامت من بر حوضم هستم، یک گروهی را می آورم به طرف حوض، اما نرسیده به حوض میبرم به سمت جهنم. من میشناسم از سیمایشون، از علائمشان. من میگویم فاقول اصیحابی اصیحابی، اینا یاران من هستن، همراهان من هستن، چرا اینها را به جهنم میبرید؟ به من جواب داده میشه از سوی فرشتگان که تو نمیدانی که بعد از تو اینها چیکار کردن. اشاره به مرتدین هست که برگشتن به ارتداد. تو نمیدانی که بعد از تو اینها چیکار کردن. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که من اون وقت خواهم گفت همان گونه که بنده صالح الله فرمود، یعنی سیدنا نوح، سیدنا عیسی علیه السلام. میگویم که كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شیء شهید. بار الها، البته اینجا شهید به معنی مراقب است.
اینجا شهید به معنی چیه؟ مراقب است. بار الها من مراقب اینها بودم تا زمانی که در میانشون بودم. زمانی که برای من موت آوردی، فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شیء شهید. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون میفرمایند که من بعد از اینکه به ملاقات الله رفتم، بعد از اون من از چیزی خبر ندارم. و اگر آخرین جواب الزامی، اگر با این کلمه بگویید که پیغمبر هر جا حاضر و ناظر است، نه و یکون الرسول علیکم شهیدا، پس همین لقب را به امت پیغمبر هم بدهید. امت را الله چی میفرماید؟ لتکونوا شهداء علی الناس. پس احد امت که من و شما باشیم. آیا ما هر جا حاضر و ناظریم؟ آیا ما الان خبر داریم امریکایی ها چیکار میکنند، اسرائیلی ها چیکار میکنند؟ ما اعمالشون را میبینیم. پس اگر از این لفظ شما میخواید این اثبات کنید، خب این لفظ فقط برای رسول الله استفاده نشده، برای امت هم استفاده شده. چرا اونجا به امت نمیگید حاضر و ناظر از این کلمه، ولی به پیغمبر میگویید؟ معلوم میشه که اینا فقط دنبال یه لفظی هستند که از اون لفظ بتوانند یه سوی استفاده بکنند. بنابراین اینجا شهید و حاضر به معنی حاضر و ناظر نیست. اگر به معنی گواه باشد، به این معنی که گواهی برای اینکه انبیا پیام الله را رساندند. و الا اصل شهید اینجا ما معتقدیم به معنی بیان کننده هست برای تطبیق با آیات دیگر و مطابقت با کنتم خیر امت اخرجت للناس، اون معنی راجح است. الله می فرماید و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. از کمال هست، از کمال لطف الهی است که ما شما را قرار دادیم امت وسط، امت معتدلی که نه افراط است نه تفریط است در آن. لتکونوا شهداء علی الناس، تاکه شما باشید بیان کنندگان بر مردم پیام الله را. یعنی رسول الله، چون حالا من علت شهداء علی الناس را خدمت شما عرض بکنم، بقیه امت ها این لقب را ندارند، چون بعد از بقیه پیغمبران دیگه پیغمبران می آمدند. اما چون رسول الله خاتم النبیین هست، آخرین پیامبر است، بعد از ایشون پیامبر نمیاد. پس لتکونوا شهداء علی الناس، شما بیان کنندگان بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیامبر خدا بر شما بیان میکند که پیام خدا را به شما میرساند، شما به دیگران. خب علت اول تحویل قبله، البته این یکی از مصادیق وسطیت همین بود که ما قبله را چکار به قبله اعتقاد داریم، قبله دیگران را احترام میگذاریم. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ببینید حالا علت قبله، تحویل قبله چی بود؟ این جواب این سوال است که چرا ابتدا الله تعالی گفت که به سمت بیت المقدس نماز بخوانید، چند ماهی که گذشت دوباره فرمود به سمت بیت الله نماز بخوانید. اونطوری که از این آیه برمی آید اینه که الله خواستن امتحان بکنند، امتحان بکنه الا لنعلم ای لنمیز لنشخص، مشخص کنند و نشان بدهند که چه کسی واقعا متبع پیغمبر است. یعنی هیچ نوع تعصبی بر قبله نیست، حساسیت بر قبله نیست، حساسیت بر دستور خداست. امروز دستور میده به این سمت به اون سمت میخوانیم، فردا دستور میده به این سمت دیگه به اون سمت میخوانیم. وسط نماز هستند، اعلام میشه که قبله برگشت، 2 رکعت به اون طرف خونده، 2 رکعت دیگه برمیگرداند که مسجد میشه مسجد قبلتین. پس الله میخواهد که ظاهر کند، نمایان بفرماید چه کسی متبع هست و چه کسی اینو بهانه میکنه و برمیگردد. خب مشرکین همینو بهانه کردند. مشرکین میگفتند این میگه من ابراهیمی هستم،
چرا به سمت قبله ابراهیم نمیخوانه؟ چون اونا معتقد بودن قبله ابراهیم بیت الله است، خودش بیت الله را. و قول محقق و درست هم همینه. من ابتدا عرض کردم که یهودی ها میگن قبله ابراهیم، ولی جوابش را نگفتم. جوابش اینه که قبله ابراهیم بیت الله هست، بیت المقدس نیست. چرا بقیه انبیا فرق میکنه؟ انبیای بنی اسرائیل بیت المقدس خواندن. لذا مشرکین میگفتن این اگر ابراهیمی است چرا به طرف قبله ابراهیمی نماز نمیخوانه؟ یهودی ها میگفتن این اگر پیغمبر است چرا به طرف قبله بقیه پیغمبران نماز نمیخوانه؟ خب بعد از اینکه قبله تحویل میشه، الله عزوجل این تحویل قبله را امتحانی قرار میده که هر کسی متبع و مخلص واقعی باشه برای او مهم دستور خداست. برای او یک سمت معین نیست که روی قبله حساسیت و تعصب داشته باشه، چون قبله پدران ما هست. الله می فرماید وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار ندادیم قبله را، آن قبله که تو بر آن بودی، الا لنعلم، مگر برای اینکه معین کنیم، مشخص کنیم، من یتبع الرسول، چه کسی پیروی می کند رسول را، ممن ینقلب على عقبه، از اون کسی که بر می گردد بر پشت سر. عقبه پشت پا یعنی همون حالت قبلی. و این قبله هم بسیار تحویلش سنگین بود، ولی خب برای کسی که مؤمن واقعی باشه برای او اطاعت مهم است. و این کانت لکبیرة الا علی الذین هدى الله، اگرچه هست این قبله تحویل قبله بسیار ثقیل، کبیره به معنی ثقیله، سنگینه، مگر بر کسانی که الله اونها را هدایت فرموده. هدایت که شده اون مد نظرش فقط و فقط اطاعت است و بس. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، این جواب اشکال معروف است. اون اشکال اینه که خب الان قبله به طرف بیت الله دستور داده شد، به اون سمت نمازها چی میشه؟ نمازهایی که 16-17 ما خواندیم و نمازهای عزیزان الان ما جبران میکنیم به طرف بیت الله میخوانیم، ولی اون عزیزانی که فوت کردند اونا به سمت بیت المقدس خواندن، نمازهای اونا چی میشه؟ الله میفرماید خداوند ایمان شما را، یعنی اینجا مراد از ایمان نماز هست، الله ایمان شما را، نمازهای شما را ضایع نمیفرماید. اون زمان دستور بوده بیت المقدس، اونم طبق دستور بوده، الان دستور است بیت الله، اینم طبق دستور است. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، همانا الله عزوجل نسبت به مردم بندگان خودش رأفت زیادی دارد و بسیار مهربان هست. قد نرى تقلب وجهك في السماء، این میرساند حساسیت رسول الله را و عشق و علاقه رسول الله به سمت کعبت الله، کعبه شریفه. اما خب این که ابتداش ما خواندیم سیقول السفهاء، عرض کردم این پیشگویی هست، هنوز دستور تحویل قبله داده نشده، ان قریب در آینده نزدیک خواهند گفت. حالا اون آینده نزدیک همینه که اینجا هست. رسول الله میدانست که از این به بعد دستور به سمت قبله اصلی خواهد بود. هی انتظار میکشید، منتظر بود که کی جبرئیل میاد و میگه که به اون سمت نماز بخوانید. لذا بار بار به بالا نگاه میفرمود و از آیه معلوم میشه که نوعی بیتابی داشت، بیقراری داشت، بیقرار بود برای اینکه به سمت قبله ابراهیمی نماز بخواند. به همین خاطر الله عزوجل اینجا تعبیر فرموده به تقلب. تقلب من قبلا خدمت شما عرض کردم که لا یغرنک تقلب الذین، روی این آیه که تقلب میگویند، اصل تقلب اطلاق میشه بر ماری که این مار در یک ریگستان داغی هست، ریگها داغ هستند، این مار چون که روی ریگ دیگه خوابیده بر پوستش هست و چی ندارد، تحمل ندارد داغی را، هی می غلطد. این غلطیدنش را میگن تقلب. تقلب الشیء ظهر البطن، ظهر
بطن، یعنی این بطن را زهر قرار بده و زهر را بطن قرار بده. اول بطنش به روی زمین بود، الان زهرش به جای بطن چی بشه؟ روی زمین باشه. کالحیة تنقلب فی الرمضاء، مثل همون مار که در رمضاء اون ریگ داغ هی منقلب میشه، هی میغلطه، کنایه از بیقراری هست. اینجا هم ما میبینیم تقلب وجهک، بیقراری شما را و بار بار گشتن چهره شما را در آسمان. الله عزوجل وعده میده که فلنولینک قبلة ترضاها، پس حتما ما برمیگردانیم چهره شما را به سوی قبله‌ای که شما میپسندید، دوستش دارید. خب این تحویل است، الان این وعده هست. فولی وجهک که بعدا نازل شد، این ایفای وعده هست. اون وعده را الله عزوجل به این صورت وفا کردن. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، برگردان چهره ات را به جانب مسجد حرام. ببینید قبله کعبه شریفه هست. کعبه شریفه خب مشخصه مقدارش چند ذراع در چند ذراع هست، چند متر در چند متر است، مشخصه. مسجد الحرام به چه چیزی گفته میشه؟ مسجد الحرام اطراف خانه کعبه را میگویند. تا جایی که مسجد ساخته شده، حالا قبلا کمتر بود، الان بیشتره، 100,000 متر مربع، 200,000 متر مربع، هر اندازه هست اون مسجد الحرام است. قبله اصلی کعبه شریفه هست. اگر شما در داخل مکه تشریف داشته باشید و در داخل مسجد الحرام باشید، برای شما استقبال عین کعبه چی هست؟ لازم است. اما کسانی که دور هستند، این تخفیف الهی است، برای اونها استقبال عین کعبه لازم نیست. ممکن نیست که کسی بالاخره اون را حتما لحاظ کنند. برای اونها طرف همون مسجد الحرام که اون مسجد حرام مشتمل و حاوی هست بر کعبه شریفه، معنیش اینه که همون جهت لازمه، عینیت لازم نیست، جهت لازمه. این برای تسهیل بندگان هست. الله می فرماید فول وجهک، پس برگردان چهره ات را، شطر المسجد الحرام، جانب مسجد الحرام. این دستور مال پیغمبر بود و حیث ما این دستور 4 تا 5 مرتبه تکرار شده. علتش را میگم. اون دستور ابتدا مال پیغمبر است. حالا تأکید برای تعمیم دستور، یعنی این دستور یه دستور خصوصی مال پیغمبر نیست، عام هست، مسلمانان هم همین دستور را دارن. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، هر جا شما بودید شما برگردانی چهره هایتون را به همون جانب مسجد حرام. اما الله می فرماید که اهل کتاب اعتراض نمی کنه، اونایی که واقعی باشن، چون میدونه این حق است. در کتاب اونها نوشته که قبله اصلی نبی خاتم کعبه شریفه خواهد بود. و ان الذين اوتوا الكتاب لیعلمون انه الحق من ربهم، همانا آنهایی که کتاب داده شدند میدانند که این تحویل قبله حق است و از جانب ربشان هست. و ما الله بغافل عما یعملون، الله غافل نیست از اون چیزی که اونها عمل میکنن. خب بعد از اینکه دستور تحویل قبله داده شد، حالا زجر و سرزنش است برای بقیه یهودی ها، اهل کتاب، که اونها از قبله شما تبعیت نمی کنند. این افراطگری همینه. شما به سمت قبله اونها نماز خواندید ولی اونها هرگز به سمت قبله شما نماز نمی خوانند. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیه،
اگر بیاوری برای کسانی که کتاب داده شدند هر آیه‌ای، اتیت بکل آیه، این اتیت به معنی آمدن است، اما با او را متعدی میکنه آوردن است. بیاوری هر آیه‌ای، ما تبعوا قبلتک، اونها باز هم پیروی نمی کنن قبله شما را، و شما هم در آینده. معنیش اینه که این قبله دیگه برای همیشه است، دوباره به طرف بیت المقدس نماز نمیخوانی. و ما انت بتابع قبلتهم، نیستی شما تابع قبله اونها. حالا ببینید این که قبله حتما یکی باشه این لازم نیست. اونها دو گروه هستن اهل کتاب، قبله خودشون هم با هم متفاوته. مثلا یهود به طرف بیت المقدس نماز میخواند، مسیحیان به طرف شرق نماز میخوانند، محل ولادت عیسی بیت لحم. پس قبله اونها مشرق است، به طرف شرق است، بیت لحم است. و قبله یهودی ها صخره هست، مسجد صخره یا همون بیت المقدس. پس حتما قبله یکی باشه لازم نیست، قبله خود اونها یکی نیست. این نمیتونه دلیل باشه که پیغمبر خدا نیستی، هر یکی قبله ای داره. الله می فرماید و ما انت بتابع قبلتهم، شما نیستی تابع قبله اونها. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، بعضی از اونها هم تابع قبله بعض نیستند. لذا حالا از این به بعد قبله همینه، کعبه شریفه هست. والله تعالی می فرماید شما اجازه ندارید که بر اساس خواسته اونها، که خواسته اونها را هوای اونها ذکر می فرماید، هیچ وقت به سمت بیت المقدس از این به بعد نماز بخوانید. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر شما پیروی کنید از خواهشات اونها، یعنی شما امت مراد هست، خطاب رسول الله است، تعلیم امت مراد هست. اگر شما پیروی کنید قبله اونها را بعد از این که جاءك من العلم، پیش شما علم قطعی آمده، وحی الهی آمده، انک اذا لمن الظالمین، شما در این هنگام از ظالمین هستید. و اینجا الله عزوجل عناد اونها را بیان می‌فرماید. اونها واقع معاند هستند. الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم میشناسند این پیامبر را. البته در رابطه با ضمیر یعرفونه اختلاف است. بعضی میگن یعرفونه یعنی همین تحویل قبله را، چون بحث چی هست؟ تحویل قبله هست. اما ما قبلا خواندیم که اونها میدونن که این قبله حق است از جانب رب. اون تحویل قبله که قبله را میدونن اونجا آمد، این به معنای چی است؟ یعرفونه، پیغمبر را میشناسند. شما قبلا آیه شریفه خواندی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. پس الذين آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناسند پیغمبر را همان گونه که میشناسند فرزندان خودشان را. یعنی شناخت فرزند هیچ ابهامی توش نیست، تا ببیند انسان حتی چهرش را نبیند از پشت هم میشناسد. پس اینا هم میدونن همینطور که این پیغمبر خداست. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، همان گروهی از اینها کتمان میکنه حق را. مراد از الف لام حق عهدی هست، یعنی همین پیغمبر را که پیغمبر خداست، یا اینکه قبله. و هم یعلمون، میدانن که الحق من ربک، این حق امر واقعی از جانب رب تو هست. فلا تکونن من الممترین، پس هرگز شما از شک کنندگان نباش. حق از جانب رب هست. حالا حق یا تحویل قبله یا کلی دین اسلام. خطاب رسول الله را است، ولی گفتم مراد امت است، پس شما از شک کنندگان نباشید. ولکل وجهة هو مولیها. حالا در پایان تحویل قبله الله تعالی حکمت را بیان می فرماید. حکمت اینه که
هر گروهی جهتی دارد، هر گروهی یه جهتی دارد که هو مولیها، اون رخش را به اون سمت بر میگردانه. مثلا عرض کردم یهودی ها بیت المقدس دارند، مسیحیان بیت لحم دارند، خب مسلمانان بیت الله دارند. پس برگردان که اون امت مولیها به سمت او بر میگردانه چهرش را. پس این مهم نیست که شرق باشه یا غرب، قبله کجا باشد. فاستبقوا الخیرات، یعنی در کارهای خیر از هم دیگه پیشی بگیرید. این که روی قبله بحث کنید این کمال نیست. در امور خیر، مثلا در نماز، در جلب رضایت پروردگار، در صدقه، در اینها از هم دیگه پیشی بگیرید. اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، این تخویف اخروی است. یعنی کار خیر انجام بدید که فردا پیش خدا حاضر میشید. هر جا باشید خدا شما رو میاره همه گیرا. ان الله علی کل شیء قدیر، هر جا همانا الله تعالی بر هر چیز قادر است. و من حیث خرجت فول وجهک. حالا ببینید دوباره دستوره. بنده عرض کردم 4 بار این دستور داده شده، 4 بار. اون 2 تای اولی که شما خواندید یکی مال پیامبره، یکی مال امته. اما شاید کسی فکر کند که این تحویل قبله فقط برای چی هست؟ برای حضر است. اینجا حکم سفر را بیان می‌فرماید. نه، این حکم برای حضر و سفر است. در سفر که بودید هم به سمت بیت الله. الله می‌فرماید و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، هر جا خارج شدی برگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام. و انه للحق من ربک، همانا این دستور تحویل قبل حق است از جانب رب. و ما الله بغافل عما تعملون، الله غافل نیست از اعمال شما، میبینه شما چیکار میکنید. حالا دوباره خطاب پیغمبر راست، چون که روی اون خطاب مؤمنین عطف میشه، به این خاطر دوباره تکرار شده. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، هر جا خارج شدی برگردان چهرهت را به جانب مسجد حرام. و حیث ما کنتم، و هر جا شما مؤمنین هم خارج شدید، فولوا وجوهکم شطره، شما برگردانی چهرهتان را به همون قسمت. لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا که نباشد برای مردم بر علیه شما حجتی. ببینید از این آیه معلوم میشه که خداوند این دستور تحویل قبله را دادن تا بقیه مردم بر پیغمبر اعتراض نکنن، بر دین اسلام اعتراض نکنن، بر علیه دین اسلام حجتی داشته نباشن. چطور؟ به این صورت که در کتابهای اونها نوشته شده که این پیامبر چند وقتی به سمت مسجد صخره بیت المقدس نماز میخواند، اما قبله نهاییش بیت الله است. اگر چهره را بر نمیگرداند اعتراض میکردند که چه پیغمبری هست که باید به طرف بیت الله نماز بخواند، نمیخواند. به خاطر دفع این اعتراض الله عزوجل این دستور را دادن. چنانچه علامه آلوسی نوشته المنعوت فی التورات قبلته الكعبه لا الصخره. اون چیزی که در تورات نوشته شده اینه که قبله ایشون کعبه هست، نه مسجد صخره، مسجد بیت المقدس. و هذا النبی یصلی الى الصخره فلا یکون النبی الموعود. اگر دستور قبله دستور تحویل قبله داده نمیشد، اعتراض میکرده این پیغمبر چرا به مسجد صخره نماز میخوانه، چرا به اون قبله اصلیش نماز نمیخوانه. به همین خاطر الله میفرماید لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا که نباشد بر مردم بر علیه شما هیچ دلیلی. الا الذين ظلموا منهم، البته یک گروهی هستن مریض، اونهایی که ظلم کردند، اونها در هر صورت اعتراض خودشون را خواهند کرد. اونها
بدون اینکه کتاب تورات را در نظر بگیرند خواهند گفت که چرا از سمت قبله انبیا به سمت بیت الله نماز میخوانه، کعبه نماز میخوانه. یا مشرکین هم اعتراض خواهند کرد که اگر ابراهیمی هست چرا به طرف قبله ابراهیمی چند وقت نماز نخوان. کسی بخواد اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، خلاصه یه چیزی درست میکنه. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی که ظلم کرده از اینها، اونا با وجود این هم اعتراض خواهند کرد. شما هم زیاد به دهان مردم نگاه نکنید، از اعتراضات پروایی داشته نباشید. فلا تخشوهم واخشونی، مهم اینه که بر اصول باشید، از خدا ترس باشد، خشیت باشد، از اونها نترسید، از من بترسید. ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این لأتم عطف است بر لالله. ببینید خداوند دستور تحویل قبله دادند، لئلا یکون للناس علیکم حجه ولأتم نعمتی علیکم، تا که برای مردم بر علیه شما حجتی هم نباشد و تا اینکه من نعمتم را بر شما تکمیل بکنم. تکمیل نعمت دادن بیت الله به عنوان قبله است. ولعلکم تهتدون، تا هدایت بشید. چرا؟ چون که در بیت الله الله تعالی هدایت گذاشته. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. هدایت است نه؟ پس لعلکم تهتدون. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. این کما ارسلنا عرض کنم که در ترکیب چی واقع میشه، چون هر چی واقع بشه بر اساس اون ترجمه میشه. این کما ارسلنا صفت مفعول مطلق است. ولأتم نعمتی علیکم، ولأتم اتماما کما ارسلنا فیکم. یعنی الله عزوجل می فرماید دستور تحویل قبله را دادم تا که نعمت را بر شما تکمیل بکنم، مثل این نعمت. ببینید یه نعمت دیگری که بزرگتر است هم به شما دادم. اون نعمت بزرگتر چیه؟ پیغمبری برای شما فرستادم، از جنس شماست، آیات الهی را بر شما تلاوت میکنه، شما را تزکیه میکنه، از آلودگی ها پاک میکنه، به شما علم کتاب و حکمت میآموزد. پس مثل اون نعمت. بنابراین ولأتم اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم، ولأتم اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم. پس تحویل قبله یکی از نعمت هاست. من دستور دادم رو برگردانید تا اون نعمت کامل بشه، مثل این نعمتی که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همان گونه که ما فرستادیم در میان شما پیامبری از جنس خود شما، یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، که این وظایف پیغمبر است، تلاوت میکنه بر شما آیات ما را، و یزکیکم، شما را تزکیه میکنه، از آلودگی پاک میکنه. ببین از آلودگی، بزرگترین آلودگی شرک، کفر، نفاق است، بعد از بقیه گناهان است. پس پیغمبر تزکیه میکنه. و یعلمکم الکتاب والحکمه، و تعلیم میدهد به شما کتاب و حکمت را. 4 وظیفه به علم کتاب، فهم کتاب، و همچنین الحکمه تشریح کتاب، مطالب حکمت و دانایی، یعنی تفسیر کتاب که احادیث باشد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما یاد میده اون چیزی که شما نمیدانستید، یعنی احکام، مسائل، علوم جدیده. لذا الله عزوجل چنان نعمتی به شما میده. اما وظیفه شما چیه؟ الله عزوجل وظیفه ما را در چند چیز بیان میفرماید. ببین این نعمت خداست. این ربط آیه را دارم عرض میکنم. یه وقتی کسی نگوید که بدون ربط اونجا بحث قبله بود، یهود به بحث ذکر رفت.
ببین رفت اینه که اینجا الله تعالی فرمودن که من این قبله را برگرداندم به سمت بیت الله تا اینکه نعمتم را تمام بکنم بر شما، مثل این نعمتی که نعمت بزرگتر که وجود مسعود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است. خب این کار الله بود. اما وظیفه شما چیه؟ شما چند وظیفه دارید؟ 1 ذکر، 2 شکر، 3 صبر، 4 دعا، 5 تعظیم شعائر الله. میره تا ان الصفا والمروه. گویا اینا همه وظایف ما امت هست، ما مسلمانان هست. پس شما چیکار کنید؟ فذکرونی اذکرکم، پس مرا یاد کنید من هم شما را یاد میکنم. وقتی که من این احسانات را بر شما دارم شما همیشه مرا یاد کنید، از بزرگی خدا، از عظمت خدا، اینا را ورد زبان خودتون بکنید. واشکروا لی، و شاکر من باشه. دومی شکر، اولی ذکر، دومی شکر. واشکروا لی، شاکر من باشید. ولا تکفرون، ناسپاس نباشید، شکرگزار نعمتهای پروردگار باشید. ببینید از اینها هر یکی یک اثری داره. هر دستوری که خدا داده حکمتهای بیکرانی داره، تأثیرات بسزایی داره. مثلا ذکر قبلا ما خواندیم که در وجود انسان رقت میاره، دل را نرم میکنه و دل را به سمت خداوند بیشتر متوجه میکنه. کسی که همیشه با حضور قلب ذکر میکنه. و دومی چی بود؟ شکر. شکر باز نعمت را افزون میکنه، نعمت را بیشتر میکنه. لئن شکرتم لازیدنکم. البته اینجا من یک نکته خدمت شما عرض بکنم که هر نعمتی که انسان شکر او را به جا بیاورد اون نعمت اضافه میشه. علما اینا نوشتند. مثلا به شما الله عزوجل سلامتی داده، الحمدلله مشکل ندارید، مشکل قلب ندارید، مشکل قند ندارید، مشکل کلیه ندارید، مشکل نمیدونم فلان ندارید. شما بر این خدا را شکر میکنید. خدایا بر صحتت شکر. البته بهترین صورت شکر یک شکر زبانی هست، الحمدلله. این الحمدلله بهترین کلمه شکر است. الحمدلله علی نعمت السلامه. و یکی دیگر از صورتهای شکر که سنت هست اینه که انسان نماز شکر بخوانه. 2 رکعت نماز میخوانید، نماز نافله به نیت شکر. شکر هر نعمتی بکنی خدا اون نعمت را اضافه میکنه، سلامتیتون را بیشتر میکنه. شکر خواندید بر سلامتی، نماز شکر میخوانید بر نعمت ایمان، خدا نعمت ایمان را اضافه میکنه. یکی از بزرگان بود الله رحمتش بکنه، وفات کرده، از مردان با خدا بود، از اهل الله بود به گمان ما، ولا نزکی علی الله احدا. او به شاگردان تحت تربیت خودش و به اصطلاح به مریدان خودش همیشه توصیه میکرد، میگفت هر شب که نماز مغرب میخوانید بعد از ادای سنت ها 2 رکعت نماز شکر ایمان بخوانید. یعنی 2 رکعت نماز بخوانید و خدا را شاکر باشید، پروردگارا به ما نعمت ایمان دادی. وقتی که نماز شکر ایمان میخوانید خدای عزوجل ایمان شما را تقویت میکنه. لازیدنکم دیگه، لئن شکرتم. هر شب نماز میخوانی که الحمدلله که خدا به من نعمت ایمان داده، این نعمت را خدا تقویت میکنه، بیشترش میکنه. بهترین چیزی که مال ما اضافه بشه و زیاد بشه چیه؟ ایمان هست. پس اگر شما برای اینکه خدا به شما اولاد صالح داده برای این نماز شکر میخوانید، الله تعالی صالحیت اونها را اضافه میکنه.
نماز برای اینکه خدا به من مال داده، خدا مالت را اضافه میکنه. هر چی که انسان شکر اون نعمت بکنه، کسی شکر همه نعمت ها میکنه، الله همه نعمت ها را اضافه میکنه. پس الله میفرماید واشکروا لی، شکر گزار باشید برای من، ولا تکفرون، ناسپاس نباشید، بندگان ناشاکر نباشید. این دوتا وظیفه که بعد از فرمان خدا گفتیم 5 تا وظیفه هستن. سومی یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای مؤمنین کمک بگیرید به صبر و صلات. این سومین وظیفه صبر هست. چهارمی صلات هست. صلات همون دعا هست. نماز مشتمل بر دعا هست. بعضی اصلا صلات را تفسیر کردند به دعا، یعنی هم استقامت و هم از خدا کمک گرفتن برای استقامت. این وظیفه سوم و چهارم است. ان الله مع الصابرین، همانا الله با صابرین است. یعنی کسانی که صبر دارند، استقامت دارند، معیت الله عزوجل با اونهاست. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، این بالاترین نوع صبر را اینجا خدا فرموده. یکی از مصادیق بارز صبر، مصادیق بالای صبر را اینجا بیان فرموده و بعد نتیجه این صبر را خداوند فرموده. ببینید نتیجه این صبر چی میشه. این صبر، بالاترین صبر همینه که انسان صبر میکنه، استقامت میکنه بر دین، بر راه حق، بر جهاد، تا اینکه کشته میشه، شهید میشه. این بالاترین نوع صبره. الله میفرماید که اینها را مرده معمولی دیگه نگید، اینا مثل بقیه مرده ها نیستند. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید به آنهایی که کشته می شوند در راه الله، به اونها مرده ها نگویید، مرده معمولی نگویید. بعضی از علما نوشتن مرده های معمولی نگویید، اونها مثل بقیه نیستند. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکه اینها زنده هستند اما شما نمیدانید. ببین زنده هستند، زندگی در دنیا مراد نیست. اگر زندگی در دنیا مراد بود اون وقت مالشون تقسیم نمیشد، اون وقت زنش اجازه نداشت که بره یه شوهر دیگه بگیره بعد از اتمام عدت. زندگی دنیا نیست. در آیه دیگه شما میخوانی بل احیاء عند ربهم یرزقون، زنده هست، پیش رب زنده هست. و این حیات بنابر قول همه اهل تفسیر، اکثر اهل تفسیر و جمهور اهل تفسیر، حیات در برزخ است. حیات در برزخ. شاید شما سوال کنید که در برزخ همه زنده هستن، اونجا حیات برای همه هست، درسته، اما مال شهدا کیفیتش بالاتر است، کیفیتش بالاتر هست. حتی بعضی ها، البته برای شهدا این لازم نیست که حتما باشد، بعضی ها کیفیتشون به حدی بالاست که اجسادشون را هم تا خاک نمیخورد. پس الله عزوجل به اونها نوع خاصی از حیات در برزخ عنایت فرموده که اونجا از رزق و روزی های خاصی که الله برایشون تعیین فرموده استفاده می کنند. اما در تفسیر این جلالین یه حدیثی آورده از سنن ترمذی که وقتی که کسی شهید میشه در راه خدا، این روحش پرواز میکنه و روحش در کالبد پرنده سبزی قرار میگیره. زیر عرش الهی قندیل هایی هست، در اون قندیل ها جای میگیرند و هر وقتی که دلشون بخواد میروند تو باغات بهشت، درختان بهشت، اونجا رزق و روزی میخورند و بر میگردند به قندیل های خودشون. به این معنی هست. پس این همون عالم برزخ است که اونجا از بهترین نعمت های الهی چی استفاده هم میکنند.
پس بل احیاء، اینها زنده هستند اما شما درک نمی کنید، چون اینها پا به عالم آخرت و عالم برزخ گذاشتن، شما هنوز در عالم دنیا هستید. انسان در عالم دنیا اون حقایق را متوجه نمیشه. از اینجا که خداوند عزوجل فرمود شما متوجه نمیشید، شما درک نمی کنید، یه چیزی دیگری هم استنباط میکنیم، برداشت میکنیم. او این هست که در رابطه با مسائل بعد از مرگ به اندازه‌ای که در قرآن و سنت آمده بسنده کنیم، بیشتر از اون از عقل و قیاس خودمون کار نگیریم که عقل ما و قیاس ما اونجا کارایی ندارد. او یه عالم دیگری هست که برای ما قابل فهم و درک نیست. هر اندازه که در قرآن آمده، در سنت آمده، به همون اکتفا بکنیم، همون را بگیم، به همون قائل باشیم. مثلا در رابطه با رزق و روزی که شهدا میخورند و اینکه چه نوع حیاتی دارند در اون عالم برزخ، همین حدیثی که امام ترمذی نقل کردن خدمت شما ارائه دادم همین هست. لذا به همین اکتفا، بیشتر بحث کردن نسبتا به چیزی که خصوصا انسان زیاد علم نداره و قرآن هم اشاره میکنه که شما اون مباحث را خوب نمیفهمید، درک نمی کنید، لذا تضییع وقت هست و چیزی دیگه نیست. ولنبلونکم، خب این بالاترین صبر است. صبر مصادیق دیگری هم داره. الله عزوجل صورتهای دیگری از صبر را بیان میفرماید که انسان در هر صورت صبر باید داشته باشه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، حتما می آزماییم شما را، امتحان می کنیم با چیزی از خوف، ترس، گرسنگی، کمبود اموال، کمبود عزیزان. یعنی گاهی برای شما ناامنی میاد، می ترسید. خوف به این معنی هست. گاهی قحطی میاد، گرسنگی، اقتصاد فلجه، چیزی نیست بخوریم. گاهی نقص من الاموال والانفس، اموال آسیب میبیند، از طرف خدا آفتی میاد، ورشکستگی میاد، یا برای جانها میاد، تلفات جانی، کسی زخمی میشه، مریض میشه، تصادف میکنه یا عزیز را از دست میده. و ثمرات، گاهی میوه ها، بعضی گفته اینجا اشاره به آفت باغات هست و آفت میوه ها هست. بعضی میگن نه، ثمرات زندگی انسان، میوه زندگی اولاد است، اشاره به این که بعضی ها اولادشون را، فرزندان دلبندشون را از اونها میگیریم. و بشر الصابرین، مژده بده، خوشخبری بده به صبر کنندگان در قبال این حوادث، کسانی که صبر میکنند. اما عرض کردم صورت صبر چیه؟ صورت صبر استعینوا بالصبر والصلاة، متوسل به نماز، به دعا، به ذکر و یاد الله. اینها شما قبلا خواندید، بار بار یادآوری کردم که هر جا که صبر آمده، بعد از صبر یا ذکر نماز یا ذکر تسبیح صبح و شام است. صبر اونه که با یاد خدا باشه. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه، علامت صابرین آنهایی هستند که هرگاه به اونها برسد مصیبتی، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، آنها میگویند ما مال اللهیم، از آن اللهیم، ما هم مال خدا و همانا ما به سوی الله برمیگردیم. اینها که اینگونه اعلام میکنند و تفویض میکنند، الله عزوجل از اینها راضی میشه، از اینها خوشنود میشه و اینجا ثمره صبر را، نتیجه صبر را بالخصوص در آخرت و دنیا در هر دو جا بیان میفرماید. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، این افراد کسانی هستند که صلوات هست بر آنها. صلوات
معنیش چیه؟ معنی ترجمه های مختلفی کردن. بعضی گفتن که شاد باش، آفرین، احسنت، این کلمات تشویق مراد است. حالا ما این کلمات پیش ما در فرهنگ ما هم متفاوته. به یکی میگه آفرین، یکی دیگر شاد باش، احسنت، کار خوبی کردی. یعنی از جانب رب مورد تشویق قرار میگیرند. و بعضی صلوات را گفتن مورد عنایات ویژه پروردگار قرار میگیرند، چون صلات به معنای رحمت هم میاد، اما کلمه رحمت بعداً آمده. و رحمت خاص الهی، رحمت مورد رحمت خاص الهی قرار میگیره، صبر کننده. و سوم این در دنیاست. و اولئک هم المهتدون، اینها هدایت یافته هستند. اینها هدایت یافته هستند. الله تعالی اینها را در دنیا هدایت کرده که اینها هر چیز را از خدا میدانند و بر اون صبر میکنند. ان الصفا والمروه من شعائر الله. عرض به خدمت شما پنجمین چیز تعظیم شعائر الله. گفتیم الله تعالی نعمت را بر ما تکمیل میکنه. حالا من جمله اون نعمت شعائر الله هست. همین بیت الله خودش از شعائر الله هست، قبله خودش از شعائر الله هست. پس وظیفه ما چی هست؟ وظیفه ما ذکر، شکر، صبر، دعا هست و تعظیم شعائر الله است. حالا این پنجمی هست. ان الصفا والمروه من شعائر الله. همان صفا و مروه از شعائر الله هست. شعائر الله چی هست؟ توجه بفرمایید. اگر ما یه تعریف جامع تری بکنیم، شعائر الله گفتن هي زمان العباده و مکان العباده و علامات العباده. شعائر الله چی هستند؟ چی چیزایی هستند؟ هي زمان العباده و مکان العباده و علامات العباده. مثلا حج زمان عبادت است، ماه رمضان اینا شعائر الله هستند. اماکن عبادت مسجد شعائر الله است. عرض کنم خدمت شما عرفات شعائر الله است، مزدلفه شعائر الله است، بیت الله شعائر الله است، صفا و مروه شعائر الله است. همه اینها شعائر الله هستند. علامات عبادت مثلا اذان شعائر الله هست. هر چیزی که علامت عبادت است این از جمله شعائر الله است. پس هي زمان العبادات و مکان العبادات و علامات العباده. پس به همین دلیل صفا و مروه از شعائر الله است. فمن حج البيت او اعتمر، هر کسی که قصد کرد بیت الله را به عنوان حج یا عمره کرد، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، گناهی بر اون نیست که طواف بکند. یعنی منظور اینه آیا طواف مستحب؟ نه، طواف واجبه. پس چرا فرمود فلا جناح علیه ان یطوف بهما؟ این به دلیل این است، چون همین سوال را کردن ام المؤمنین عایشه جواب داد. این به دلیل این است که قبلا بر صفا و مروه دو تا بت بود به نام اساف و نائله. ما در مقدمه مسئله اله هم خدمت شما عرض کردیم. در زمان جاهلیت این دو تا بت را مردم بین صفا و مروه چی می کردند؟ سعی می کردند و می دویدند، بعدا می آمدند برای دو تا بت تعظیم می کردند و از اونها کمک می طلبیدند. حالا که اسلام آمد، البته این سعی در واقع به برکت و به دلیل قربانی مادر هاجر هست و سیدنا اسماعیل هست که ابراهیم علیه السلام این دوتا را در اون وادی مکه گذاشتند و رفتن به طرف شام. بعداً هاجر بیقرار بود، چون مقداری آب داشتن در مشکیزه، اون آب تمام شد. بعد از اینکه آب تمام شد،
هاجر برای آب میگشت، بچه تشنه بود و هاجر رفت بر کوه صفا، اطراف را نگاه کرد که آیا از این دوروبر کاروانی نمیگذرد، مسافرانی نیستند، مردان شتربانی نیستند، حتما اونها با خودشون مقداری آب خواهند داشت. نگاه کرد این طرف اون طرف، چیزی ندید. خواست که به سمت کوه مروه بره، بر اون بالا بره، اما در همون بطن و شکم وادی بچه پیدا نبود. می ترسید که حیوانی در رنده چیزی بچه را آسیب نزند، نرساند. لذا در اون قسمت شکم وادی که بچه مشخص نبود و پیدا نمیشد، اونجا می دوید، سعی می کرد و همون مقداری که الان مشخص کردن اونها را با خطها، اون مقدار بچه پیدا نمیشد، می دوید. بعد از اون عادی می رفت و چشمش به بچه بود. بر مروه هم رفت و اطراف را نگاه کرد، تا 7 بار این کار را کرد. حالا به برکت اون قربانی و اون رشادت الله عزوجل این را جز مناسک حج قرار دادند. پس جز مناسک حج که قرار دادن برای ما لازم هست، اما با توجه به اون شبهه که مشرکین در زمان جاهلیت 2 تا بت گذاشته بودند، با توجه به اون شبهه الله می فرماید که اشکالی ندارد. ان الصفا والمروه من شعائر الله، همانا صفا و مروه از شعائر الله هست، از علامات عبادت الهی هست. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، هر کسی که حج بکنه بیت الله را، یا قصد کند یا عمره بکند، پس گناهی نیست بر او ان یطوف بهما، اینکه برای این 2 تا طواف بکند، یعنی بینشون بگردد. و من تطوع خیرا، اما هر کسی بیشتر از خودش انجام بدهد، یعنی نافله بیشتر انجام بدهد، فإن الله شاکر علیم، همانا الله عزوجل قدردان هست بر عبادات بندگان خودش و علیم از احوال اونها الله با خبر است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، ببینید این جواب شبهات بود، نه؟ اعتراضات یهودی ها داشتن بر رسول الله، اهل کتاب داشتن. الله عزوجل این اعتراضات و شبهات را جواب دادن. حالا بعضی ها هستند که میدانند حقیقت را، با وجود که میدانند کتمان میکنند. الله عزوجل این اهل کتمان را اینجا مورد عرض کنم که لعن و نفرین قرار دادند. الله می فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، همانا آنهایی که کتمان می کنند آنچه که ما نازل کردیم از بینات و هدا، از دلائل و هدایت. من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب، بعد از این که ما آن را بیان کردیم برای مردم در کتاب. جنس کتاب مراد کتاب های گذشته. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این افراد کسانی هستند که هم خدا اینها را لعنت و نفرین میفرماید و هم لعنت کنندگان دیگر، منظور فرشتگان، جن، انس، همه اینها ملعون مگر کسی که توبه بکنند. الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کنند. توبه از کتمان. دلیل توبه از کتمان اینه که و اصلحوا و بینوا، اصلاح کنند در آینده بگن برای مردم، بینوا توضیح بدن ما کتمو را، که تعالی ما کتمان میکردیم واقعیت اینه، این هست و بینوا. فاولئک اتوب علیهم، الله میفرماید اینها اگر توبه صادقانه بکنند من پروردگار هم بر اونها رجوع میکنم. و انا التواب الرحیم، من ذاتی هستم به کثرت توبه پذیر و مهربان. اما اگر توبه نکند و با کفر بمیرد، با همون کتمان بمیرد، با انکار بمیرد، اون وقت الله می فرماید ان الذين كفروا
و ماتوا و هم کفار، همانا کسانی که کفر کنند در حالت حیات و بمیرند در حالی که کافر باشند. اولئک علیهم لعنت الله، این افراد بر اونها لعنت خداست. والملائکه والناس اجمعین، تفسیر همون لاعنون است. و یلعنهم اللاعنون، بقیه لعنت کنندگان کی هستند؟ فرشتگان و انسان ها همگی لعنتشون. خالدین فیها، همیشه در اون لعنت هستند. و لا یخفف عنهم العذاب، از اونها عذاب تخفیف نمیشه. ولا هم ینظرون، و آنها مهلت هم داده نمیشوند. و الهکم اله واحد. عرض به خدمت شما تا اینجا ما شبهات را خواندیم. ببین بحث گذشته را فراموش نکنید تا ربط بین آیات مشخص بشه. در آیات گذشته جواب شبهات یهود بود. شبهات و اشکالات یهود و مشرکین هم در رابطه با توحید بود، هم در رابطه با رسالت، قبله و غیره هم بود. حالا که شبهات جواب داده شد، پاسخ داده شد، می پردازن به مدعا. ببین پیغمبر برای همین مطلب فرستاده شده. شبهات هم شبهات بر توحید بودند، لذا وقتی که شبهات رفع شدند ادعا دوباره تکرار میشه. یک بار ابتدای سوره تکرار شد یا ایها الناس اعبدوا ربکم، فقط خدا را عبادت کنید. اینجا میفرماد معبود شما همون یکیه، دیگه کسی که به عنوان معبود باشه نیست. و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست. دو تا نیستن، سه تا نیستن، 300 تا نیستن، یکی هست. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی بجز او، فقط او هست معبود. الرحمن الرحیم، دارای مواصفات است، ذاتی هست نهایتا بخشاینده و بسیار مهربان. اون معبود حقیقی هست، دیگه معبود وجود نداره. حالا برای همین مدعا که گفتیم الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، برای این دلیل عقلی بیان میشه. این دلایل را شما قبلا خواندید، ولی خب اینجا الله تعالی همه دلایل را در یک آیه جمع کرده. همه را در آیات متعددی شما قبلا خواندید، الله همه را جمع کرده. دلیلش اینه، ببینید این تصرفات فقط و فقط مال خداست. وقتی که این تصرف و مدیریت اختصاص به خدا دارد، پس عبادت هم باید اختصاص به خدا داشته باشد، نباید کسی دیگر را شما عبادت کنید. این دلیلش است. الله تعالی می فرماید ان فی خلق السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل والنهار، در اختلاف شب و روز، والفلک التي تجری فی البحر، در اون کشتی. همه این دلایل به تفصیل در حوامیم خوانده شده، من به ترجمه اکتفا می کنم. و کشتی که جاری هست در دریا، بما ینفع الناس، به سبب آنچه که نفع می رساند به مردم. و همچنین این سه تا دلیل شد، نه؟ خلق السماوات والارض یک، و اختلاف اللیل والنهار دو، والفلک التي تجری فی البحر سه، بما ینفع الناس همون والفلک التي هست. و ما انزل الله من السماء من ماء، این چهارمین دلیل است، در آنچه که الله نازل می فرماید از آسمان آب، فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله آن زنده می کند زمین را بعد از مردنش، یعنی بعد از خشک شدنش. و بث فیها من کل دابه، این پنجمین هست، و به وسیله اون منتشر می فرماید از هر موجود زنده در زمین. و ششمین دلیل و تصریف الریاح، و همچنین گشتن بادها. باد خودش دلیلی هست، انواع بادها داریم که تفصیلش را شما خواندید. بادهای والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، بادهای مختلف. والسحاب المسخر بین السماء والارض، این هفتمین دلیل. ابرهایی که بین آسمان و زمین معلقند و مسخرند. در همه و همه لآیات لقوم یعقلون،
یک آیه نه، یک نشانی نه، نشانات هست، دلائل هست. اما این دلائل برای چه کسی؟ لقوم یعقلون، برای مستفیدین من الآیات، برای قومی که عقل سلیم داشته باشد. پس ببینید بعد از جواب شبهات الله عزوجل دلیل عقلی هم مدعا مطرح شد و برای اثبات مدعا دلیل عقلی بیان فرمود. اما متاسفانه با وجود این مدعا، با وجود این دلیل محکم و دلائل محکم، باز هم انسانهایی هستند، انسانهای گمراه، انسانهای راه گم کرده که بندگان خدا را مثل خدا تعظیم می کنند، در مقابل بندگان خدا و مخلوق خدا کرنش می کنند. ادای احترامی که باید برای خدا داشته باشند برای بندگان خدا دارند. پس از این آیه به بعد الله عزوجل سرزنش می فرماید این گروه از بندگان را. الله می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. با وجود این همه دلائل بعضی از مردم هستند کسانی که یتخذ من دون الله، میگیرن بغیر از الله دیگران را شریک، اندادا یعنی شرکاء فی العباده، در عبادت شریک خدا می سازند. یحبونهم کحب الله، آنها را دوست می دارند مثل دوستی خدا. چطور دوست می دارند؟ دوستی ما فوق الاسباب مراد است. به همین خاطر بعضی ها تفسیر می کنند یعظمونهم کتعظیم الله، یعنی اونها را چون زیاد دوست دارند تعظیم می کنند و ادای احترام می کنند برای اونها مثل تعظیمی که باید برای خدا بکنند. تعظیمی که ما برای خدا می کنیم چیه؟ رکوع می کنیم برای الله، سجده می کنیم، طواف می کنیم، نامش را ورد می کنیم، از او حاجت می خواهیم، برایش خیرات میدیم، نظر و نیاز میدیم. این کارها را برای دیگران میکنن. یحبونهم کحب الله. اما مؤمن والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردند اونها حبشان برای الله خیلی بیشتر است. اونها الله را فوق العاده دوست دارند، در همه حاجات و مشکلات از الله می طلبند. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. اینجا تخویف است. الله بیم می دهد این ظالمین را. ظالمین که هستن؟ مشرکین. بحث شرکه، بحث تعظیم غیر الله مثل تعظیمی هست که برای خدا باید بشه. لذا الله می فرماید ولو یرى الذین، بعضی میگن این لو شرطی هست، بعضی میگن لو تمنی است، کاش میدیدند، کاش میدیدند این کار را نمی کردند. و بعضی میگن شرطی هست ولو یرى الذین، جزا بعدا مقدر است، لما فعلوا، اگر اینها عذاب خدا را میدیدند دوباره شرک نمی کردند. لذا الله می فرماید ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اگر می دیدند کسانی که ظلم کردند. اینایی که ظلم کردند کیا هستند؟ همین در آیه گذشته شما خواندید، در همین آیه اول همین آیه خواندید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. همین هست ظالمان. پس ظلم همون شرکشون هست. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اگر می دیدن مشرکان کسانی که ظلم کردند، اذ یرون العذاب، وقتی که عذاب را می دیدن که ان القوة لله جمیعا، قوت و قدرت برای الله است همگی. و اگر می دیدن که ان الله شدید العذاب، الله وقتی که به عذاب بیاد و عذاب بده مجرمین را، سخت عذاب میده. اگر اینو می دیدن لما فعلوا مقدر است، این کار را نمی کرد.
اذ تبرأ الذین اتبعوا، این از بدل است از ازی که در لو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، بدل از اون است. یعنی وقتی که عذاب را ببینند اعلام براءت می کنند. تابعین از متبوعین، مریدان از رؤسای کفر و شرک میگن خدایا اینها ما را گمراه کردند، ما از اینها بیزاریم. بین اینها رابطه قطع میشه، این رابطه عمیقی که در دنیا داشتند قطع میشه. اعلام میکنند که ای کسانی که ما را گمراه کردی، ای کسانی که همیشه تو گوش ما در دنیا میخواندید که ما از غیر خدا استمداد بطلبیم، غیر خدا را فریاد بزنیم، برای غیر خدا کرنش بکنیم، برای عیسی و صلیب و بندگان صالح خدا. یک بار دیگه اگر برگردیم به دنیا، ما اونجا از شما اعلام براءت میکنیم و وقتی که برگردیم دیگه از شما پیروی نمیکنیم. الله میفرماید این حسرت هایی هست که اونجا در دل میماند. لذا الله میفرماید اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. ابتدا اعلام براءت متبوعین از تابعین است، یعنی رؤسای کفر و شرک از مریدانشان، از پیروانشان. به پیروانشون میگه ما از شما بیزاریم، ما با شما کاری نداریم. اذ تبرأ الذین اتبعوا، کسانی که پیروی شدند یعنی متبوعین رؤسا، من الذین اتبعوا، از کسانی که اونها را پیروی کردن از پیروان خودشون بیزار میشوند. و رأوا العذاب، همه عذاب را میبینند جمیعا، تابع و متبوع. و تقطعت بهم الاسباب، تمام تعلقات دنیوی و روابطی که در دنیا داشتند اونجا قطع میشه. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کرة، میگویند کسانی که پیروی کردند، تابعان میگویند اگر برای ما بازگشتی باشد، فنتبرأ منهم، ما هم از اینها بیزار میشیم، کما تبرؤوا منا، همان گونه که امروز از ما بیزار هستند. اگر ما به دنیا برگردیم دیگه دنبال اینها نمیافتیم، دیگه به حرف اینها گوش نمی کنیم. الله عزوجل می فرماید اونجا این صحنه وجود دارد، کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. این گونه خداوند عزوجل نشان میده به آنها اعمالشان را، اعمال شرکیه را که حسرت میخورن بر اون اعمال. الان من جمله اعمال چی؟ عبادت الاوثان، عبادت غیر الله. حالا سوال اینجاست که خب از هم دیگه بیزار شدن، گویا از شرک بیزار شدند، از ندای غیر الله بیزار شدند، راه نجاتی هست؟ الله میفرماید نه، اونجا درد نمیخوره. بیزاری از شرک در دنیا درد میخوره، اونجا که بخورن فایده نیست. و ما هم بخارجین من النار، پس با این اعلام تبری از آتش خارج نمیشوند، اونجا همیشه میمانند. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ببینید تا اینجا بحث شرک اعتقادی بود، بحث شرک اعتقادی بود. یعنی مشرکین اعتقاد داشتند به اون خدایان باطلشون، اعتقاد علم غیب داشتن، اعتقاد تدبیر و تصرف داشتن، اعتقاد نافع و ضار بودن داشتن. بر اساس همون اعتقاد اونا را سجده می کردن، برای اونها خیرات می دادن، جلو اونها کرنش می کردن، اونها را فریاد می زدن. خب این شرک اعتقادی هست. اما الان می خوانیم شرک فعلی را. شرک فعلی قبلا خدمت شما مختصری توضیح دادم، امروز این آیاتش را اینجا ما می خوانیم. ببینید شرک فعلی را قبل از اینکه تعریف بکنیم
بعضی وقتا لازم هست یه چیزی را اول تقسیم بکنیم بعد تعریفش بکنیم. اول اقسامش را خدمت شما عرض می کنم. تحت عنوان شرک فعلی ما 4 تا عنوان داریم. یکی تحریمات الهی یا تحریمات الله، محرمات الهی. دوم تحریمات غیر الله یا تحریم لغیر الله. سوم منظورات الله یا نظر برای خدا. چهارم منظورات غیر الله یعنی نظر برای غیر خدا. الان تحریمات الهی چی هست؟ اون چیزهایی که خدا حرام قرار داده اونها را حرام دانستن، حرام اعتقاد داشتن و عملا هم انسان اونها را حرام بداند، این است تحریمات الله. اونها هم واقعا حرام هستند. یکی دیگه هست تحریمات غیر الله یا تحریمات لغیر الله. حرامی که فی الواقع حرام نیست، به خاطر غیر الله اونها را حرام میدانند. به خاطر غیر الله اونها را حرام میدانند. خب اینی که به خاطر غیر الله حرام میدانه این حرام نیست، این حلال است. باید ازش استفاده کرد. اون حرمت را شکست، حرمت را از بین برد. اونها حلال هستند. مثال این هر دو را بگم. تحریمات الله، محرمات الهی، باید اونها را حرام دانست. مثل انما حرم الان آیه همین 2-3 آیه بعد میخوانیم انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. چند تا از محرمات الهی اینها هستند. میته هست، دم هست، لحم خنزیر است، ما اهل به لغیر الله هست. حالا شرک فعلی اینه که چیزی را که خدا حرام قرار داده اون میاد حلال قرار میده. مثلا مشرک میاد ما اهل به لغیر الله، اون حیوانی که نامزد شده یا اون خورد و خوراکی که نامگذاری شده برای غیر خدا، نذر شده برای غیر خدا، اون را چیکار میکند؟ حلال قرار میده. نه اینکه حلال، بعضی هم میگن تو این شفا هست. این حیوانی که برای فلان بزرگ و فلان پیر کشته شده تو این شفا هست. این هست شرک فعلی، یعنی برای خوشنودی غیر خدا حرام الهی را چی قرار دادن؟ حلال قرار دادن. و تحریمات غیر الله چیه؟ تحریمات غیر الله عرض کردیم حلال است، یعنی چیزی را که خدا حلال قرار داده، چیزی را که پروردگار حلال قرار داده. مثلا شتر را گوشتش را حلال قرار داده، سواریش را حلال قرار داده، شیرش را حلال قرار داده، پشمش را استفاده ازش بکنیم حلال قرار داده. برای خوشنودی غیر خدا و رضایت غیر خدا این حرام بکنیم. چنانچه مشرکین همین کار را می کردند. شما انشاءالله می خوانید در بحث بحیره صائبه ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله ولا حام، یعنی نه حلال است، نه خدا حرام قرار نداده، نه سواریشون را حرام قرار داده. مثلا بعضی از حیوانات را چی میکردن؟ وقف میکردن، نذر میکردن برای آستانه، برای پیر، برای فقیر. بعد از اون نه بر اونها سوار میشدن. بعضی ها فقط شیرشون را حرام قرار میدادن، این شیر را فقط هم مجاوران میخوردن. بعضی ها پشمشون را، بعضی ها اصلا گوشتشون را و سواریشون را، تمام اعضاشون را. لذا چیزی که خدا حلال کرده به خاطر خوشنودی غیر خدا اون را حرام قرار بده، این میشه شرک فعلی. شرک فعلی میشه. و سومی هست منظورات الله یا نذر برای خدا. چیزی که انسان نذر میکنه برای خدا اون را باید انجام بده. خدای اگر این مریض خوب بشه، این مسافر به سلامت برگرده، فلان کار انجام بگیرد، من شطوری برای تو میکشم. خب این نذر برای خداست.
اون یک عبادت مقصودی هست. اما چهارمی هست نذر لغیر الله. الان این نذر برای خدا این حلال است. نذر برای غیر خدا یعنی برای غیر خدا نذر میکنه، برای پیر، برای فقیر، برای آستانه، برای عرض کنم فلان بزرگوار، برای فلان ولی چه نذر میکنه چه بدون نذر. همینطور میگه این خیرات هست، یکی اینه که خیرات برای خدا، یکی که خیرات برای فلان، اینم نذر لغیر الله میشه. نذر لغیر الله همینه که اینجا انشاءالله شما در آیه بعد میخوانید و ما اهل به لغیر الله، که در مسئله لا این را توضیح دادیم، اینجا انشاءالله امروز توضیح میدم. پس این حرام است. خداوند این را در ردیف لحم الخنزیر قرار داده. چیزی که در ردیف لحم الخنزیر قرار دارد یعنی حرام مطلق است. این را حلال دانستن به خاطر غیر الله، به خاطر خوشنودی پیر و فقیر، این میشه شرک فعلی. شرک فعلی. پس از این به بعد، از این آیه به بعد تا چند آیه بحث شرک فعلی است. الله می فرماید یا ایها الناس، ای انسان ها، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید آنچه که در زمین هست حلال و پاکیزه بخورید. حلال و پاکیزه مما فی الارض. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که اصل حلت است، چون الله تعالی می فرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اصل حلت است مگر اینکه دلیلی برای حرمت وجود داشته باشد. خب ما فی الارض برای شما همه حلال هستند مگر اینکه حرمتش آمده باشد. پس وقتی که حلال هستند شما چرا حرامش میکنی؟ از این درخت استفاده نمیکنه، از میوهش، چون این را وقف پیر کرده. از این شتر استفاده نمیکنه چون وقف فقیر کرده. این چیزی که خدا حلال قرار داده به خاطر غیر الله تو حرامش میکنی؟ بخورید مما فی الارض حلالا طیبا. اینجا معلوم میشه که برای خوردن دو شرط هست، یکی حلت، یکی طهارت. حلالا بیانگر حلت است، طیب بیانگر طهارت و پاکی هست. یعنی پاکی هم از نظر ظاهری هم از نظر معنوی. اگر نجس باشه این ناپاک، اگر نجس نیست طیب هست ولی حلال نیست هم خورده نمیشه. مثلا مال غیر است، دزدی هست، از طریق سرقت آمده. پس چیزی که ما میخوریم مأکول دو شرط باید داشته باشه، یکی پاک باشه، پاکی ظاهری طیب این را میرسوند، و دوم چی باشد؟ پاکی معنوی یعنی حلال باشد، آمیزش مال غیر در اون نباشد. پس الله می فرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید از گامهای شیطان. قدمهای شیطان به چه معنا؟ شیطان هست که انسانها را راهنمایی می کند به سوی نذر لغیر الله، تحریم لغیر الله. نه برای غیر خدا چیزی را حرام قرار بدهید، نه برای غیر خدا چیزی را نذر و نیاز کنید، نامزد کنید، نامگذاری کنید. بلکه حرام همونه که خدا میگه حرام، حلال همونه که خدا میگه حلال و بس، چیزی دیگه نیست. پس ولا تتبعوا خطوات الشیطان، این گام های شیطان است، یعنی از وسوسه ها و دروس شیطان است که یه چیزی را به خاطر غیر خدا حلال میکنه یا حرام میکنه. انه لکم عدو مبین، این علت است. یعنی اینو فراموش نکنید که همانا اون شیطان برای شما دشمن آشکاری هست. او که سوگند یاد کرد ولا اضلنهم، سوگند به ذات تو که من اینها را گمراه میکنم. همین گمراهیش. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این اثر عداوت شیطان است.
مصداق اون عداوت است. مصداق اون عداوت چیه؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، همانا او امر میکنه شما را به سوء و فحشا. سوء و فحشا، سوء به معنی بدی، فحشا بی حیایی. سوء در اعمال است، فحشا در اخلاق است. مفاسد عملی و مفاسد اخلاقی. معلوم میشه که شیطان هم روی مغز انسان کار میکنه، قلب انسان تا وسواس بیاره و شرک را ترویج بده در درون، و هم بر نفس انسان کار میکنه تا شهوات را تحریک بکنه. بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، شما را امر میکند که بگویید بر خدا اون چیزی که نمیدانید. مشرکین همین کار را میکردند، میگفتند که مثلا یه چیزی را حرام میکردند، شطوری را بر خود حرام میکردند. میگفتند کی گفته؟ خدا دستور داده برای این دوست من شما شطورها را وقف کنید. این دوست خداست، این مقرب خداست. اینا را از خود میگفتند. و ان تقولوا، این حرام است که شما بگویید بر الله آن چیزی را که، ببخشید، این دستور شیطان است، این وسواس شیطانی است که ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اما وقتی که از اینها دلیل میخواستند، دلیلشون چیزی دیگه نبود مگر تقلید کورکورانه از آباء گمراه، از پدرانی که در مسیر گمراهی بودند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، زمانی که به آنها گفته میشد پیروی کنید از آنچه که الله نازل فرموده، شما از کتاب خدا پیروی کنید، از دستورات الله خط بگیرید. اونا چی میگفتن؟ نه. قالوا لا نتبعه، مقدر است، ما او را پیروی نمی کنیم. چی کار میکنید؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بلکه ما پیروی میکنیم آن چیزی را که ما یافتیم بر آن پدران من را. پدران من من التحلیل و التحریم، هر چیزی اونها حلال کردن همو حلال برای ما، هر چیز اونها حرام کردن همو حرامه. الله می فرماید اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا پیروی میکنه از پدران؟ اصل حرف استفهام است، بعد از این فعل مقدر است. ایتبعون آباءهم یا ایتبعونهم، آیا پدرانشون را پیروی میکنند؟ ولو کان آباءهم، گرچه پدران باشند، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، لا یعقلون شیئا فی الدین. ببینید کدوم تقلید حرام و شرک؟ عرض کردم تقلید کورکورانه از آبا و اجداد گمراه. ولو کانوا لا یعقلون شیئا، و این بحث عقاید است، بحث کفر و ایمان است، بحث شرک و توحید است. کمال بی انصافی هست که بعضی ها این نوع آیات را میبرند به جایی که مردم از علما و پیشوایان دینی تقلید میکنند در مسائل فرعی. میگویند خب اونها استنباط مسائل، برداشت مسائل، اون ائمه هدا برداشت مسائل را بلد هستند، اونها صحابه را دیدند، در عصر صحابه بودند یا در خیر القرون بودند، تابعین را دیدند، لذا اون قدر که اونها برداشتشون درست مال ما نیست.